En nombre del presidente Nicolás Maduro, de todo el pueblo soberano de Venezuela que lucha día a día por defender su soberanía, mandamos un saludo y agradecemos a la República de Irán en su pronunciamiento a favor de Venezuela, en contra de las medidas unilaterales y coercitivas y en contra del plan terrorista que orquesta Marcos Rubio con la oposición venezolana de intentar invadir militarmente en Venezuela. Respetamos y agradecemos profundamente a los amigos de la Carta de las Naciones Unidas. Por aquí les dejo el video. سطح بین‌المللی است. هیچ توجیه و دلیلی برای اقدامات تهدیدآمیز و توسل به زور علیه این کشور وجود نداره. در سطوح مختلف بین‌المللی و چند جانبه ما با ونزوئلا و چین و روسیه همکاری داریم. ونزوئلا یکی از کشورهای پیشرو در جنبش عدم تعهد هست. ونزوئلا یکی از کشورهای عضو گروه دوستان منشور سازمان ملل متحد هست. در نیویورک و سایر سازمان‌های بین‌المللی همکاری و هماهنگی داریم با این کشور. اعتقاد داریم که آنچه علیه ونزوئلا در حال وقوع است، در صورتی که با مقاومت و اقدام جامعه بین‌المللی مواجه نشه، میتواند سنگ بنای قانون شکنی جدیدی رو در سطح بین‌المللی بگذاره و بنابراین وظیفه همه دولت هاست که در برابر نقض اصول و قواعد سازمان ملل متحد موضع بگیرن. میزان